این غذا آبروتو میبره اگه قشنگ مرغشو با نمک و زردچوبه مزه‌دار نکنی و دو طرفشو توی روغن حسابی برشتش نکنی، چون قراره با تخم مرغ ترکیب بشه بوی ذوق میگیره. بدتر از اون اینه که تا بیاد تو پیاز درشت به همراه چند تا حبه سیر رنده و سرخ کنی برق بره و کارت نصف نیمه بمونه. ولی من رفتم لاهیجان گیلانی تو سبزیاشو تهیه کردم. اینجا انواع سبزی‌های آماده به طبخ شمالی از جمله اناربیج، مرغ ترش، مرغ ماهی شکمپر، ترش واش خورشت و قرمه شمالی توسط خانم‌های گیلانی تهیه میشه. الان پک تخفیفی فوق‌العاده گذاشتن که شما میتونید از سایتشون یا حتی از فروشگاه بزرگش تو مشهد تهیه کنین. کلی محصولات دیگه هم دارن، مخصوصا برنج گیلانی تو که هاشمی درجه یک فوق‌العاده عالیه بدون شکست. انقدرم تو پخت قد میکشه که نگم. رسیدم برقم اومد، سیر و پیازمو تفت دادم، لپه که از قبل خیس کرده بودم و نیم ساعت پخته بودم و به همراه سبزی مرغ ترش اضافه و یک کوچولو تفت دادم. بعد مرغ سرخ شده و آب جوش اضافه کردم و گذاشتم بپزه. برنجم هم دون آب کش کردم. اواسط پخت بود بهش آبگورو و نمک و فلفلم زدم. اواخر پخت دو تا تخم مرغ قشنگ الک کردم و به خورشتم اضافه کردم. اگه نکات مهمی که بهت گفتم و تو کپشنم بعد نوشتم و رعایت کنی، اصلا مرغ ترش بوی تخم مرغ نمیگیره. حتی اگه دوست نداشتی میتونی تخم مرغ یا حتی لپه هم حذفش کنی. پیج گیلانی تو هم تو کپشن براتون گذاشتم. حتما غذای خوشمزه چکون ترنش جام به امیدوارم باشه با اون